روز 15 دکامبر در قصر ملت با اشتراک پرزیدنت امامعلی رحمان مراسم سوگندیادکنی اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان به پرزیدنت برگزار گردید. بنا به گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت، اعضای حکومت با درک مسئولیت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کردند که منفعت‌های ملت و دولت را از همه بالا می‌گذارند. تمام نیرو و دانش خود را برای رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان صادقانه و پاک وجدانانه صرف می‌نمایند. کنستیتوسیا، قانون‌ها و امر و فرمان‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را قطعاً رعایت نموده، بهر بلند برداشتن شهرت تاجیکستان در عرصه بین المللی صافدلانه خدمت می‌نمایند. در عکس‌های نشر کرده خدمات مطبوعات پرزیدنت دیده می‌شود که اکثر اعضای حکومت بعد ادای سوگند هنگام گرفتن تصدیقنامه در نزد امامعلی رحمان تعظیم می‌کنند. امامعلی رحمان که 68 سال دارد و سال 1992 اینک 28 سال باز بر تاجیکستان رهبری می‌کند، با کسب بیش از 90% آوازهای در انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر زمان ریاست خود را تا 7 سال دیگر تمدید کرد. بر اساس قانون بعد شروع دوره نو ریاست او حکومت قبلی را به استعفا فرستاده و حکومت نو تشکیل کرد. در حکومت نو امامعلی رحمان اکثریت را از جمله در وزارت‌های کلیدی اعضای حکومت قبلی او تشکیل می‌دهند. تحلیلگران در نزد پرزیدنت سر تعظیم فرود آوردن وزیران را علامت تقویت سیاست شخص پرستی در تاجیکستان و بیانگر اصل صداقت شخصی در سیاست کادری حکومت امروزه می‌شمارند. طرفداران حکومت این را علامت اظهار احترام از جانب وزیران به شخص پرزیدنت که به آنها چنین وظیفه بلند را باور کرده است می‌نامند.